ساکنان و صاحبکاران محله ابوالقاسم فردوسی جماعت دهات وحدت ملی ناحیه جیهون تصمیم گرفتند که نزدیک به 2 کیلومتر راههای حدود محله را سنگ فرش نمایند. این تدبیر آبادانی را مسئولین بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی راه اندازی کردند. طبق اطلاع مسئولین در محله 120 خواجگی بوده با جلب تکنیک‌های صحوی و ساکنان محل راه بنیاد میکنند. مردم دهه ما تصمیم گرفتند که برای 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کوچه‌های همین دهه را تصمیم گرفتند سنگپوش کرده شدند. در این کار 4 عدد تکنیک‌های صحوی، یک تراکتور دیگر زمین‌ها را هموار کرده کار با مرام رفته شده است. همین راه‌هایی که ما سنگپوش کرده شدیم، همین شبه‌های همین کوچه را همش را چراغان کنیم. دوام این سال ما تصمیم گرفتیم که از شاهرا تا درون دهه 750 متر است، این رو ما اسفالت پوش کردیم. رفت چنین کارهای آبادانی و سنگفرش‌کنی راه‌ها در دیگر محله‌های جماعت دهات وحدت ملی ناحیه جیهون به نظر رسید. همین است که ساکنان با دستگیری صاحبکاران محلی و تشکیل و راه‌اندازی نمودن حشرهای دست جمعانه راه‌های محل خود را آباد می‌نمایند. تا امروز در دوام سال 2025 ما علاقه زیاده از 12 کیلومتر راه رو بین محلی داشته رو سنگفرش و 2 کیلومتر راه دیگر رو مفرش کردیم و از این سال باشد تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شنوده که شما امروز شاهد هستید. علاقه در 2 محله در دهه مدنیت و در دهه ابوالقاسم فردوسی جماعت سنگفرش کنی راه آغاز گردیده شده است و هر دو دهه علاقه قریب 1 کیلومتر راه امروز سنگفرش می شود و ما نقشه داریم که باز 3 کیلومتر راه دیگر رو منفرش کنیم. بنا به اطلاع مسئولین در حدود جماعت دهات وحدت ملی زیاده از 20 کیلومتر راههای محلی موجود بوده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور دوره به دوره تعمیر و منفرش کرده می شود. طور ساکنان ابراز می نمایند اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تامین شرایط ارزنده کار و روزگار پیش گرفته شده در عملی‌گردی آن ساکنان و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند حصه گذاری می کنند. گزارش اسکندر دولت و طالب سیف از ناحیه جیهون برای برنامه اطلاعاتی نوید.